به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. خیلی خوش اومدین به وبینار اصول اولیه مدیتیشن. من عباس یزدانپناه هستم، محقق و درمانگر طب انرژی. امروز میخوام در مورد اصول اولیه و مهم مدیتیشن با شما صحبت کنم. امروز ما خیلی در مورد مدیتیشن ممکنه بشنویم، مخصوصا تو فضای مجازی. خیلی موضوعات غیر واقعی شاید دارم میبینم که الان رواج پیدا کرده در مورد تأثیرات مدیتیشن یا مدیتیشن های عجیب غریبی که امروزه ممکنه توصیه بشه. لازم میدونم در ابتدا یه تاریخچه از مدیتیشن بگم خدمتتون. مدیتیشن از یه آموزش های باستانی، در حقیقت از یه کتب باستانی داره میاد. اگر بخوایم بگیم که اولین بار کجا به صورت آموزش های رسمی دیده شده، در متون وداها هست که در هند باستان به زبان سانسکریت وجود داشته. این کتاب ها، این ادبیات در مورد خیلی موضوعات مختلفی، آموزش های مختلفی دارن در خودشون. یه قسمت هایی از این آموزش ها به مدیتیشن میپردازه و قدمتش میشه گفت برای حدود 5000 سال پیشه. منظورم کتاب های ودا هست، آموزش های ودای اولیه هستش. بعدا تو طول زمان آموزش های گسترده تری بهش اضافه میشه. یعنی ما آموزش یوگای پاتانجالی رو داریم که به یوگای هشتگانه یا آشتانکا یوگا معروفه. تو زمان سانسکریت آشتا یعنی هشت و آشتانکا یوگای پاتانجالی در حقیقت داره 8 مرحله رو برای یوگا توضیح میده و نام میبره که با یاما و نیاما شروع میشه. در حقیقت کارهایی که باید انجام داد یا نباید انجام داد و میرسه به دیانا یا دهیانا در حقیقت نوشته میشه. بعضی از این کلمات توی سانسکریت چیزی که نوشته میشن به تلفظی که خونده میشن یکم متفاوته. مثلا یه سری از حروف هست مثل حرف ه یا اچ انگلیسی توی کلمات، تلفظی که خودشون دارن اساتید ارشد زبان سانسکریت یه جوری این اچ رو تلفظ میکنن که هم شنیده میشه هم شنیده نمیشه. یعنی وقتی خودشون میگن شما متوجه نمیشه که این اچ خونده شد یا نشد. دیانا. ولی خب وقتی این ترجمه میشه تو زبانهای دیگه یا دیانا گفته میشه یا دهیانا گفته میشه. حالا خیلی هم شاید فرقی نکنه، ولی دیانا به مدیتیشن یا هم مراقبه داره اشاره میکنه و بعدها تو خود سرزمین های شرقی، منظورم شرق آسیا مثل چین و ژاپن، از این آموزش های ودا الهام گرفتن و توی فرهنگ ها، سنت های دیگه شما میبینید که آموزش در مورد مدیتیشن اونجا گسترش پیدا میکنه با فرهنگ خودشون. مثلا تو ژاپن شما زن رو دارید، ولی اگر بخوایم بی‌طرفانه ریشه و خواستگاه همشون رو نگاه کنیم، همشون دارن از آموزش های ودان نشأت میگیرن و سرچشمه میگیرن. وقتی این آموزش ها میاد توی دنیای غرب، به اروپا میاد، به آمریکا میاد، تو زبان لاتین یک کلمه وجود داشته، مدیتاری. مدیتاری به معنای
تمرکز ذهنی هست یا پیدا کردن راه حل ذهنی و این کلمه تبدیل میشه به مدیتیشن و در حقیقت میشه معنی که امروز ما معادل مدیتیشن و حالا تو عربی مراقبه رو داریم و توی دهه‌های 60 و 70 میلادی دانشمندای زیادی روی تأثیر مدیتیشن بر ذهن انسان کار علمی کردن، نتایجی رو به دست آوردن. امروز میخوام در مورد اصولی صحبت کنم که شما وقتی وارد مدیتیشن میشین بهتره که رعایت کنید. این اصول هم میتونه خیلی ساده باشه، هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. اول از همه اون نظم و تداومیه که ما داریم. یعنی اگر شما روزی فقط 2 دقیقه مدیتیشن میکنی، خوبه که این 2 دقیقه رو هر روز انجام بدید. لازم نیست که من مثلا توی یک هفته یه روز 20 دقیقه مدیتیشن کنم، 6 روز کاری نکنم. این منظورم این تداوم است که اون اثرگذاری خودشو داره. ممکنه ما تو ابتدای مسیر مخصوصا وقتی هستیم تغییر مشهودی رو متوجه نشیم، مثل ورزش کردن میمونه. یعنی یه ورزشکار، مثلا یه بدنسازی که امروز برای اولین بار رفته باشگاه و وزنه زده، وقتی بیاد خونه جلوی آینه خودش رو نگاه کنه بدون شک هیچ تغییری رو حس نمیکنه. توی مدیتیشن هم همینطوره. شما اوایل ممکنه تغییری رو حس نکنید، ولی این تداومه، این ثابت قدم بودنه باعث میشه که بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه تغییرات خوب رو حس کنید. تغییرات رو روی نحوه زندگیتون ببینید، توی نحوه فکر کردنتون ببینید، توی تاثیر رو توی خوابتون حتی ببینید. این خواب راحت‌تر، عمیق‌تر رو پیدا کنید. یه سوالی که از من زیاد پرسیده میشه اینه که چه زمانی رو من توی مدیتیشن بشینم، قرار بگیرم. خب این برای هر کسی میتونه متفاوت باشه. براستی وضعیتی که من دارم از لحاظ ذهنی و بدنی میتونه این زمان متفاوت باشه. یعنی برای بعضی ممکن راحت تر باشه که 20 دقیقه یا شاید بیشتر تو حالت مدیتیشن قرار بگیرن و احساس خستگی نکنن، کلافه نشن، آشفته نشن. ولی برای بعضیا زمان 2 دقیقه هم میتونه زمان زیادی باشه. به خاطر همین توصیه من اینه که لطفاً اگر تازه دارید شروع میکنید حتما با زمانهای کوتاه شروع کنید. یعنی به نظرم 2 دقیقه واقعا میتونه خیلی زمان خوبی باشه. با 2 دقیقه شروع کنید. میتونید از آلارم گوشی یا ساعت استفاده کنید. برای خودتون یه آلارمی بذارید که سر 2 دقیقه این آلارم میتونه حالا یه صدای کوچیکی، مثلا اندازه یه بینگ کوچیک، یه صدای کوچیک، این آلارم به شما رو متوجه کنه که زمانتون تموم شده. چرا؟ برای اینکه من تو زمان 2 دقیقه مدیتیشنم همش به این فکر نکنم که الان 30 ثانیه گذشته یا 3 دقیقه گذشته، چقدر از زمانم گذشته. این استرس رو از شما میگیره وقتی که از آلارم استفاده میکنید. برای شروع خوبه که این کار رو انجام بدید. میتونید یه موزیک ملایمی تو محیطتون داشته باشید با صدای کم، جوری که توجه و تمرکز اصلی شما رو نگیره. اگر مدلتون هست، بعضی ترجیح میدن تو سکوت این کار رو بکنه، ولی اگر مدلتون هست اشکال نداره، میتونید از موزیک استفاده کنید. فضایی که توش قرار میگیرین خیلی مهمه. محیطی که توش قرار میگیرین باید یه محیط آرومی باشه
کسی و چیزی مزاحمتون نباشه شما رو. مثلا تو محیط کار که آدما میان میرن ممکنه سوال بپرسن، خب مسلما محیط مناسبی نیست برای مدیتیشن. ولی توی خونه وقتی تو اتاق خودتون هستین در و بسته میتونه خیلی فضای مناسبی باشه. خیلی خیلی موضوعات میتونید توجه کنید، مخصوصا اگر تو طول زمان دارید زمان مدیتیشنتون رو زیاد میکنید. به دمای محیط، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، به گردش هوا توی محیطتون توجه کنید و موقعیت بدنی خودتون هم خیلی مهمه. توصیه میشه که حتما تو زمان مدیتیشن با ستون فقرات و کمر صاف بشین. میتونید روی زمین بشین، میتونید از بالش استفاده کنید، اگه براتون سخت باشه روی صندلی هم خوبه، میتونید روی صندلی بشینید. کمر صاف باشه، لازم نیست خیلی کمر سفت و سخت باشه که بدن خشک باشه که خودش باعث میشه ذهن من راحت نباشه، بدنم راحت نباشه. برای ورود به یک مدیتیشن ما خوبه که روی تنفسمون تمرکز کنیم. یعنی من میتونم با چند تا نفس عمیق، با دم عمیق و بازدم عمیق به ذهن و بدنم اعلام کنم که من دارم وارد مدیتیشن میشم. چشماتون رو ببندید، با دم عمیق میتونید چند لحظه هوا رو داخل ریتون نگه دارید و بعد بازدم عمیق میتونید هوا رو از دهن یا از بینی خارج کنید. بعد از چند بار که این کارو کردین ریتم تنفس عادیتون رو بگیرید و شروع کنید عادی نفس گرفتن و حالا میتونید روی نفس کشیدنتون متمرکز باشید. بدون شک تو زمان مدیتیشن ذهن ما منحرف میشه، فکرهای مختلفی میاد توی سر ما. نکته اینه که من ذهن رو به آرومی بیارم توی جایی که هستم، تو لحظه حال. حالا تکنیکاشو بهتون میگم که چجوری این کارو میکنیم. ما از یه مفهومی استفاده میکنیم که میتونه به همون خیلی کمک کنه. اون مفهوم لنگره. وقتی یه کشتی که خاموش، یعنی حرکت نمیکنه، میخواد یه جایی وایسه ثابت، از لنگر استفاده میکنه. لنگر چیکار میکنه؟ لنگر یه وزنه ایه که کشتی رو ثابت یه جایی نگه میداره. یعنی امواج آب کشتی رو با خودشون بر نمیدارن به هر طرف که خواستن ببرن. تو زمان مدیتیشن هم شما میتونید از لنگر استفاده کنید. لنگر باعث میشه که ذهن ما بدون شک میره به جاهای مختلف، میره به گذشته، میره به آینده، به نگرانی های الانمون فکر میکنیم، به قراری که فردا دارم، به تلفنی که باید به یکی از دوستان بزنم و به خیلی موضوعات دیگه ممکنه من الان فکر کنم. ولی نکته اینه که من به آرومی و با آرامش ذهنمو میارم روی نقطه لنگر. حالا لنگر چیه و چجوری به وجودش میاریم؟ لنگر رو میتونیم توی هر نقطه از بدن به وجود بیاریم. مثلا توی زمان مراقبه شما میتونید دستاتون رو به حالت مودرا بگیرید. به مودرا حالتهای مختلف، یعنی در حقیقت مودرا یوگای دسته. به این حالت مثلا این یه مدل مودراست. شما میتونید به محل اتصال این دوتا انگشت فکر کنید. این نقطه اتصال بشه لنگر شما و هر موقع که ذهنتون میره به جای دیگه به آرومی ذهنتون رو بیارید روی این این محل اتصال این سر انگشتاتون. این میشه لنگر شما. لنگر میتونه توی بدن هر جایی باشه، یعنی میتونه نمیدونم پیشونی باشه، نوک بینی باشه، بین دوتا ابرو باشه، قلب باشه یا هر جای دیگه. خود نفس کشیدن میتونه لنگر شما باشه.
یعنی اگر ذهنیت من داره میره یه جایی و از مدیتیشن دارم تمرکزم گرفته میشه، تمرکزم بیارم روی نفس کشیدنم. این نفس کشیدن میتونه خودش لنگر باشه. نکته که خیلی مهمه اینه که ما تو زمان مدیتیشن شاهد و ناظر باشیم بدون قضاوت. یعنی مثل زمانی که شما به یه آسمون صاف آبی نگاه میکنید که داخلش ابرهای سفیدی وجود داره. عبور این ابرهای سفید رو شما معمولا بدون قضاوت یعنی بدون اینکه کنترلی روش داشته باشین نگاه میکنید. ذهنیت ما در زمان مدیتیشن میتونه همینطوری باشه. یعنی ما شاهد عبور ذهنیت‌های مختلف باشیم و فقط تنها کاری که میکنیم اینه که ما تمرکزمون رو بعد از هر فکری که میاد میره، بعد از هر ابری که میبینیمش، میاریم رو نقطه لنگر. هر جا که هستش میاریم رو نقطه لنگر دوباره. و این آوردن ذهن به نقطه لنگر میتونه با یه مهربونی و بی طرفی توأم باشه. یعنی لازم نیست من خودم رو سرزنش کنم که الان دوباره ذهنم پرت شد. نکته چیه؟ نکته اینه که ذهن ما هیچ وقت خالی از فکر نمیشه. حتی تو زمان مدیتیشن، حتی تو زمان عمیق‌ترین مدیتیشن ها، تنها اتفاقی که میفته اینه که ما میتونیم این اتفاق رو مدیریت کنیم. یعنی اتفاقاتی که داره توی ذهن میفته رو میتونیم ناظر باشیم، شاهد باشیم و مدیریت کنیم با آوردن آروم ذهنیت رو نقطه لنگر. این خیلی نکته مهمیه. این توی زمان اتفاق میفته. یعنی شما هر چقدر که تجربه کنید میتونید توی مدیتیشن موفق تر باشیم و حال بهتری داشته باشیم. و زمانی که این 2 دقیقه یا 5 دقیقه یا هر زمانی که داخل مدیتیشن هستیم تموم شد و حالا چه با آلارم چه بدون آلارم دارین از مدیتیشن خارج میشین، یعنی مثلا اگه شما آلارم استفاده میکنین، آلارمتون صدا کرد، حالا من چیکار میکنم؟ من با چشمای بسته اینجا نشستم دیگه، به آرومی شروع میکنم انگشتای دست و پامو حرکت دادن. در حقیقت دارم به بدن و ذهنم میفهمونم که من دارم از مدیتیشن خارج میشم. شروع میکنم نفسهای عمیق کشیدن. همونطور که برای وارد شدن به مدیتیشن ما نفسهای عمیق میکشیدیم، برای خارج شدن از مدیتیشن هم من شروع میکنم نفسهای عمیق کشیدن. در حقیقت داریم بدن و ذهن رو آماده میکنیم تا از مدیتیشن بیاد، از اون حس و حالی که داشتیم بیاد بیرون. هر چقدر که شما این موارد رو دقیق تر و پشت سر هم انجام بدین و حتما انجام بدین، اتفاق بهتری براتون میفته. ذهن ما شرطی میشه، بدنمون شرطی میشه. بلافاصله که شما تو موقعیتی قرار میگیرین که خودتون میخواین تو حالت مدیتیشن قرار بدین، اون اتفاق میفته براتون. باید تجربه کنید، اون اتفاق براتون میفته. و میخوام الان یه مدیتیشنی رو در حد 2 دقیقه انجام بدیم با هم دیگه. من میتونم صحبت کنم در زمان مدیتیشن، میتونم آروم باشم، خودتون تجربه کنید. یکی از دوستان سوال کرده بودن که در زمان مدیتیشن میتونم به وایس های گوش بدم که صدای راهنما توش داره. بله، تو زمان مدیتیشن شما میتونید از وایس های استفاده کنید
که یه راهنما داره شما رو هدایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه نفر داره به شما میگه که الان مثلا دارید با این شماره نفس میکشید، الان ذهنتون رو روی این نقطه متمرکز کردید. این برای شروع میتونه خوب باشه. باید مدل خودتون رو پیدا کنید. ممکنه بعضیا ترجیح بدن که با ذهنیت خودشون جلو برن. ممکنه بعد از چند بار گوش دادن این وایس براتون تکراری بشه و حالا ذهن خسته بشه و هی بخواد از این موقعیت بیرون بیاد. باید تجربه کنید و مدل خودتون رو پیدا کنید. چیز اشتباهی نیستش. یعنی شما میتونید، من سر کلاس ها گاهی وقتا این تجربه ها رو داریم، یعنی مدیتیشن های هدایت شده داریم که عزیزان وقتی که میشینن هدایت میشن به یه فضایی، اصلا یه کارایی انجام میدن، یعنی فضای سبزیه، شما میرید یه کلبه‌ای مثلا هست اونجا، یه چیزایی در انتظارتونه. منظورم اینه که یه کشف و شهودی دارید انجام میدید و هر کسی با موضوعاتی برخورد میکنه، موضوعاتی رو میبینه که کاملا مال دنیای شخصی خودشه. هیچ دو نفری امکان نداره که توی یه مدیتیشن هدایت شده یه چیز مشابهی رو ببینن. باید مدل خودتون رو، منظورم اینه، که پیدا کنید. عزیزی پرسیدن که تو زمان مدیتیشن میتونیم به حالت درازکش هم باشیم. بله، تو بعضی از مدیتیشن ها شما میتونید به حالت درازکش باشین، ولی برای شروع من توصیه نمیکنم. برای شروع خوبه که حتما به حالت نشسته باشی، برای اینکه ممکن تو حالت درازکش خوابتون ببره یا کنترل اون مدیریت تمرکز و ذهن رو از دست بدی. میخوام در مورد یه تکنیک یا سبک دیگه مدیتیشن باهاتون صحبت کنم. توی این مدل شما لازم نیست حتما یعنی لازم نیست چشماتون رو ببندید. به این صورتی که میتونید روی یه وسیله تمرکز کنید. اون وسیله میتونه هر چیزی باشه، میتونه یه خودکار ساده باشه، میتونه یه گلدون باشه، میتونه یه لیوان باشه. میتونید این وسیله رو توی دستاتون بگیرید یا روی میز جلوتون قرار بدید. وقتی به این وسیله نگاه میکنید، یعنی قبلش همون تکنیک های تنفسی رو انجام بدید و تمام حواس و توجه و تمرکزتون رو معطوف میکنید به اون وسیله‌ای که دارید بهش نگاه میکنید. نکته مهم این تکنیک اینه که شما بدون هیچ قضاوتی به اون وسیله نگاه میکنید. ممکن این وسیله رو من صدها بار دیده باشم، ولی الان که نگاهش میکنم انگار دفعه اوله. سعی میکنم از تمام زوایای مختلف این شیء رو ببینم، سعی میکنم حس و حالش رو متوجه بشم، سعی میکنم حتی دماش رو متوجه بشم. اگر دارم لمسش میکنم که مشخصه، اگر وسیله‌ایه که روبروی من قرار گرفته و من لمسش نمیکنم و سعی میکنم حس و حالش رو متوجه بشم. نکته این مدیتیشن اینه که بچه‌ها تا یه سنی وقتی یه چیز جدیدی رو میبینن، وقتی یه کشف جدیدی انجام میدن، انقدر اون ناظر بودنه، انقدر اون شاهد بودنه توشون پررنگه که هیچ قضاوتی معمولا در مورد اون کشف توشون به وجود نمیاد. یعنی به بچه وقتی که برای اولین بار یه چیزی رو میبینه، مثلا فرض کن برای اولین بار داره رنگین کمان رو توی آسمون میبینه، برای اولین بار داره برف رو میبینه، اتفاقی که میفته این بچه قضاوت نمیکنه که الان داره چه اتفاقی میفته، الان از نظر علمی چه اتفاقی افتاده که داره برف میاد، الان از نظر علمی چی شده که مثلا رنگین کمان شکل گرفته، این نور با اون ترکیب شده یا چی و چی. فقط محو اون اتفاقی یا اون پدیده میشه.
در حقیقت بچه‌ها چیکار میکنن؟ انگار با اون پدیده، با اون اتفاق یکی میشن. ما تو طول زمان این توانایی رو انگار از دست میدیم. ما شروع میکنیم به قضاوت‌های خیلی زیاد در مورد هر چیزی و این تمرین شاید برای اینه که ما بتونیم دوباره بدون قضاوت دنیامون رو درک کنیم، بدون قضاوت دنیامون رو ببینیم، بدون قضاوت هر چیزی که واقعا وجود داره رو همونجا سر جای خودش ببینیم. این تمرین مدل‌های گسترده و تکنیکیش حتی شخص میتونه روی اجسام تاثیر بذاره. با همین ذهنیتی که گفتم در حقیقت وقتی یکی میشیم ما با جهان پیرامونمون میتونه روش تاثیر بذاریم. میتونه رو تو حالتهای پیشرفته عرض کردم شخص میتونه این وسیله رو شاید حتی با الان هدف ما نیست، فقط دارم اون حالت پیشرفته‌شو میگم. شخص شاید بتونه رو وسیله های کنترلی داشته باشه. میگم اصلا موضوع بحث ما نیست، هدف ما هم نیستش. پس این خودش میتونه یه تکنیکی باشه تو مدیتیشن. خیلی خوبه که شما تکنیک های معتبر خوب رو تجربه کنید و مدل شخصی خودتون رو پیدا کنید. یه مدل دیگه‌ای که یعنی یه تکنیک دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم اسکن کردن بدنه. شما وقتی وارد مدیتیشن میشین، چشما رو که بستین، نفس‌های عمیق که کشیدین، میتونید توجه و تمرکزتون رو بیارید کجا؟ روی انگشتان پا. این که الان انگشت پای من چه حس و حالی داره؟ گرمه، سرده؟ اگه مثلا کفش پامه یا جوراب پامه، تماسش با کفش یا جوراب من چطوریه؟ آگاهی و حس و حالمو بیارم روی نوک انگشتان پام و آروم آروم به تدریج این آگاهیه رو بیارم تو قسمت‌های بالاتر بدن. یعنی ابتدا مثلا کف پا، بعد روی پا، بعد مچ پا، بالاتر زانو پا و بیام تا اندام‌های بالاتر، حتی اندام‌های درونی رو بتونم حس کنم و بیام تا سر. این خیلی میتونه تجربه فوق‌العاده‌ای باشه. ما یه حس و حال خوبی از بدنمون پیدا میکنیم، انگار دوباره با بدنمون دوست میشیم. و حالا بعد از اینکه این تجربه رو انجام دادیم، یعنی این حس کردن از نوک پاها تا سر اتفاق افتاد، لازم نیست خیلی سریع اینو انجام بدیم. یعنی میتونید وقت بیشتری، زمان بیشتری به خودتون بدین تا اون اتفاقی که باید داخلش بیفته. میتونید تمام بدن رو به صورت یک پارچه حس کنید. حالا من نقطه‌ای حس کردم بدنم، حالا تو کل بدنم من چه حسی دارم؟ این بدن رو به صورت یک پارچه وقتی که دارم حس میکنم، دارم تصور میکنم، دارم بهش آگاه میشم، چه حسی تو کل بدنم دارم؟ این میتونه براتون تجربه خیلی خوبی باشه، تجربه متفاوتی باشه. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. میتونید با انجمن سپندار در ارتباط باشین برای آموزش‌های بیشتر و شما رو عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم موفق و شاد و سلامت باشید.